اما یه جمله، حالا یکی میگه آقا بچه شما اون سنیا حرومزاده. حرومزاده با ولد الزنا دو تاست عزیزم. ولد الزنا یعنی مادرش به خطا رفت. اما حرامزاده یعنی این. من طبق فقه شیعه عرض میکنم یکی از چیزایی که زن آدم به آدم حروم میشه اینه که آدم تو طواف نسایی که میره مکه تو رکعت نماز طواف نسا را نخونه. طبق حدیث پیغمبر امیرالمومنین که من نشون دادم تو رساله. جناب عمر تو میشه من نگاه کردی؟ لعنت الله رو یادت نره؟ خدا بیامرزه با من میگه، با من گفت هر کی اسم اینا رو بشنوه و لعن نفرسته الهی نمه که علی که میخوره حرومش بشه. این عمر حرومزاده او دیگه هم حرومزاده بود هم لعنت هم ولد الزنا بود. این که میدونید که من سندش هم دارم، چون باباش خطاب اومد با یکی از کنیزا زنا کرد، بچه دار شد، دختر بزرگ شد، با همون دختر خودش اونم در حال حیض زنا کرد، عمر به وجود. من سندش رو میذارم جلوت. تا آقا دیروز نامه برای من نوشته از اول تا آخر فحش و توهین که چرا به سنی‌ها فحش میدی. جواب اون نامه اینه برو یا به شیر مادرت نگاه کن یا به لقمه‌ای که بهت دادن. اینطوری عمر لعنت الله علیه. دید ابوبکر لعنت الله علیه ناراحت شد، گفت جناب ابوبکر چه مرگیتونه؟ شما را در مرض میبینم، چه مرضیتونه؟ گفت دارم نقشه میکشم دشمن علی زیاد کنم، نمیدونم چه کنم. گفت حرومزاده از من حرومزاده بپرس. گفت خب جناب حرومزاده چه کنیم؟ گفت ها یادت یه روز رسول الله رو منبر فرمود علی جان تو میزان حلال زادگی و حرام زادگی هستی، هر کی تو رو دوست داشته باشه حلال زاده است، هر کی با تو بد باشه حرام زاده است. یادته؟ گفت بله. گفت پس اینجا داشته باش هر کی حرام زاده شد با علی مشکل داره. درسته؟ گفت بله. گفت حالا ما چیکار کنیم حرام زاده زیاد میشن؟ گفت نمیدونم. گفت چقدر احمقی، عجب حرام زاده خری. مگه این نمیدونی فقه رسول الله هر کی میره مکه اگه طواف نسا رو انجام نداد و نمازشو نخون زنش بهش حروم میشه؟ پیرمردا درسته یا نه؟ بده پرسید دیگه. گفت خب چی کار داره اینجا به علی؟ گفت ها باید نماز طواف نسا رو حروم کنیم که مرید ما نخونن تا زنا برشون حروم بشه، به چا بشن حروم زاده، با علی بد بشه.